این گلدون زاموفیلیای بزرگ رو ببینید. اکثر برگ‌هایی که رشد کرده همه پایجوش‌های جدید بودن که سبز شدن و ما اونها رو با برگ‌های پیر و مسن گیاه جایگزین کردیم. یکی از رازهای موفقیت تو نگهداری زاموفیلیا اول آبیاری درستشه. اینی که ما بذاریم 1/2 خاک گلدون کاملا خشک بشه و بعد اقدام به آبیاری بکنیم و بعد استفاده از کود مناسب هست که برای داشتن پاجوش‌های جدید از کود 10-52-10 استفاده می‌کنیم و برای رشد عمومی گیاه از کود پتاسبالا مثل 12-12-36. اگر هم آبیاری درست و اصولی انجام بدیم و بستر کشتی که استفاده می‌کنیم مطمئن و استاندارد باشه، معمولا مشکل بیماری‌های قارچی رو هم نخواهیم داشت. یکی از نکات مهمی که این گلدون بزرگ در واقع گیاه داخلش مستقیم کاشته نشده، با گلدون اصلیش کاشته شده که خاک زیاد نباشه. خاکی که برای گیاه حجمش زیاد باشه آبیاری کنیم رطوبت زیادی هم اطراف ریزوم ها نگه میداره و این برای سلامت گیاه مضره. حدالامکان گیاه رو با گلدون خودش در داخل گلدون اصلیتون کاور بکنید.